بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، خوش آمدید به یکی از درس‌های دیگه پروگرام فتوشاپ از یوتیوب چنل فاریو آنلاین اکادمی. خب دوستان، پروگرام فتوشاپ رو باز میکنیم و ما و شما درس خودش شروع میکنیم. ببینید دوستان، قبلا ما و شما تا به قسمت فریم تول خوانده بودیم. امروز شروع میکنیم از بخش آی دراپر تول. پس دوستان، من یک فایل جدید میگیرم، بالای نیو فایل کلیک میکنم، درست. بعد اندازه صفحه را انتخاب میکنم، دیفالت فتوشاپ سایز میگیرم و بالای کرییت کلیک میکنم. یک صفحه خالی فتوشاپ برای من جور شد. میخوایم این صفحه را دوستان یک رنگ هم بتم، درست. پس من این قسمت ادیت میایم، بالای فیل کلیک میکنم، درست است. و بعد از این فیل من به این شکل یک پترن یک رنگ هم میتم، درست است. و بعد دوستان من یک چند تصویر هم باز میکنم. باز کارم و شما شروع میکنیم بالای تول ها. من این تصویر باز میکنم، درست. و همچنان این تصویر باز میکنم و ایره هم بالای اوپن کلیک کرده، تصویر هم برای ما چی شد؟ باز شد. خب دوستان، حال میایم بالای بخش تول ها. ما شما شروع میکنیم از قسمت آی دراپر تول. وظیفه آی دراپر تول ای است که برای ما از یک قسمت تصویر ما چی میکنه؟ رنگ میگیرن. یعنی برای هر قسمت تصویری که ما شما کلیک بکنیم، رنگ از اون چی کاره میتونیم ما شما گرفته میتونیم. باز میتونیم بالای تصویر دیگه اون چی بکنیم؟ ست بکنیم، درست است. مثلا یک از برای ما یک تصویر میارم، برای میگه که رنگ زیر بگی بالای تصویر دیگه هم چی کویرم اپلای بکو. پس همین رنگ چطور ما شما گرفته میتونیم؟ از آی دراپر تول چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. پس آی دراپر تول کلیک کردم. فعلا در یک قسمت کدام رنگ است؟ رنگ به شکل رنگ زرد است. ما میخوایم که این رنگ با خود داشته باشم. پس در یک قسمت گفتیم آی دراپر تول گرفتم، بالای همین رنگ چی میکنیم؟ صرف کلیک میکنیم. بالاش کلیک کرده همین رنگ اتوماتیک قسمت شد؟ ست شد. به می اساس این رنگ میخوایم داشته باشم. این رنگ گرفته میتونیم، این رنگ هم گرفته میتونیم. بعد ما شما کار میکنیم که از طریق پن بکی تول یا از طریق برش تول ها یا هر تولی که ما شما خواسته باشیم، این رنگ باز با اشکال مختلف بالای تصاویر خود تطبیق کرده میتونیم، درست است. خب دوستان، دیگه آپشن اینجا ما شما داریم به نام 3D Material آی دراپر تول. وظیفه از این آپشن ای است که اگر ما شما یک تصویر 3D داشته باشیم و میخوایم رنگ از اون بگیریم، باز بالای بخش‌های دیگه‌اش تطبیق بکنیم، از این آپشن چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. پس اول ما شما چی میکنیم؟ یک تصویر میسازیم که به شکل 3D باشه، درست است. پس ما چی میکنم؟ باز هم یا میشه از این صفحه استفاده بکنیم، از این پترن استفاده بکنیم، یا میشه ما شما یک صفحه جدید دیگه هم بگیریم. کنترل ان میگم، من یک صفحه جدید دیگه هم میگیرم، بالای کرییت کلیک میکنم. بعد دوستان میایم در قسمت چی؟ در قسمت ادیت بالای فیل کلیک میکنم. میخوایم به این صفحه خود ما رنگ بتم به شکل فورگراوند، درست است. یا به شکل کلر انتخاب میکنم. میخوایم برش این رنگ بتم، درست است. این رو اوکی میگیم و همچنان اوکی. این رنگ برش داده شده، درست است. ما رو میخوایم که نمی صفحه خود به شکل 3D چی کنم؟ بسازم. پس در قسمت 3D در مینوی 3D آمدم و در قسمت نیو مش فرام لیر آمده. از می لیر میخوایم که یک تصویر 3D بسازم و این تصویر 3D را هم میخوایم به شکل اسپیر، به شکل توپ مانند بسازم، درست است. پس بالای از کلیک کردم، ببینین این هم یس میگیم، بر ما به این شکل چی شد؟ یک تصویر 3D ساخته شد. خب دوستان، حالا ببینین من بالای از این آپشن کلیک میکنم. این قسمت رنگ های مختلفش هستک، درست است. بالای از این انتخاب میکنم، میخوایم این رو برای این اساین بکنم یا برای ست بکنم، درست است. پس این قسمت ما شما یک آپشن دیگه هم داریم به نام 3D Material Drop Tool که این چی میکنه؟ اون رنگ که ما شما انتخاب کردیم برای این چی میکنه؟ اون رو ست میکنه. بالای از این کلیک کردم، بعد از این قسمت میشه این رنگ انتخاب بکنیم یا این رنگ. بعد گفتم که رنگ های مختلف هستن، میتونیم شما از این استفاده بکنیم یا مثلا به این شکل رنگ، درست است. این انتخاب کنم، بالای از این کلیک میکنم، این رنگ اتومات برای چی میشه؟ ست میشه، درست است. دیگه این هم بود این قسمت هم. یا ببینید دوستان، من اینجا میایم، میخوایم که از این تصویر از این پترونی که من قبلا جور کردم از یک تصویر 3D بسازم. پس از 3D آمدم و در قسمت نیو مش فرام لیر و در این قسمت هم من چی رو میگیرم؟ من مثلا میگیرم به شکل کیوب میگیرم، درست است. به شکل کیوب میگیرم، اینه به ترتیب. حالا دوستان ببینید این قسمت کیوب ما به این شکل پترن رنگ داره. ما میخوایم که بخشای دیگهش هم به مو شکل یک رنگ به خود بگیره، درست است.
پس ما شما در نخست چی میکنیم؟ اول میاییم در قسمت 3D Material Eyedropper Tool، بالا از این رنگ کلیک کردم، بعدا خود 3D Material Drop Tool کلیک میکنیم، بالاش کلیک کرده امی قسمت رنگ بلدی هم چی کرد؟ اساین کرد. یا میخوایم به این قسمت هم بتیم، به این قسمت هم چی کرد؟ اساین کرد. درست شد؟ دیگه این هم بود دوستا آپشن 3D Material Eyedropper Tool و همچنان 3D Material Drop Tool. امیدوار هستم که هم یاد گرفته باشین. ما میخوایم که از قسمت 3D خارج شوم، پس از قسمت منیوی ویندو میایم. اینجا فعلا همین ساحه با شکل 3D انتخاب است. این پس ورک اسپیس خود با شکل چی میگیریم؟ اسنشیالز دیفالت میگیریم. اگر این نگیریم دوستا، اما قبل که ما شما آپشن آیدراپر تولی موضوع داشتیم، او والا نیست چون در بخش 3D ایمیج ها تنها همین آپشن های همین تول ها کار میتن. درست است؟ پس ما شما باز هم چی میکنیم؟ منیوی ویندو میایم و یک قسمت اسنشیال دیفالت میگیریم که بر ما صفحه به شکل عادی چی شوه برگردن. خب دوستان، اینجا ما شما فهمیدیم آیدراپر تول هم مثلا کار کردم و 3D متریال آیدراپر تول هم شما کار کردیم. میایم بالای بخش دیگه به نام کلر سامپلر تول. وظیفه از این آپشن ای است که در مورد یک رنگ برای ما معلومات میده. درست است؟ که رنگ از کدام کدها جور شدم و مکمل انفارمیشن برای رنگ برای ما چی میکنه ارائه میکنم که باز میتونیم ما شما از انفارمیشن کدهایی که برای ما میده میتونیم یک رنگ خود ما هم بسازیم. درست است؟ یا ببینید دوستا بعضی وقت اگر ما شما یک پروژه رو میگیریم یا یک کار رو میگیریم، بر ما یک نفر میگه که رنگ زیر مثلا به رنگ آبی بساز یا به رنگ سرخ بساز. رنگ سرخ، رنگ آبی بسیار رنگ ها داره، مختلف رنگ ها یعنی هست. درست است که ما شما با زور تشخیص کردن نمیتونیم که این نفر رنگ آبی کدام رقم آبی رو میگه، آبی تیره رو میگه، کمک ضعیفتر رو میگه یا به کدام شکل. ما شما چی میکنیم؟ نظر به کد امروز بس میکنیم که برای ما کد از این رنگ خود چیکو برای ما بده. چطور کد رو پیدا کردن میتونیم یا میشه برای ما لوگوی خود یا رنگ خود بده. ما شما چی میکنیم؟ از طریق کد رو پیدا میکنیم. چطور پیدا میکنیم؟ بالای کلر سامپلر تول کلیک کردم، مثلا نفر میخواد که لوگوش به این شکل باشم، بالای از این کلیک میکنم. درست؟ برای ما همین قسمت شماره 1 اینجا گذاشته شده و اینجا هم دوستا ببینید شماره 1 اینجا هم برای ما انفارمیشنش آمد. اینجا شماره 1 هست، میگه شماره 1 شما رنگ رد 255% دارین، رنگ گرین 105% دارین و رنگ بلو هم چقدر 0 دارین. درست است؟ اگر میخواستم همین رنگ ما جور بکنم، ببینین من بالای از کلیک میکنم، من این رنگ میخوام جور بکنم. رنگ رد ما چقدر 255 و رنگ گرین ما چقدر 105 و رنگ بلوی ما چقدر 0. این اوکی میگم، فکر همون رنگ بر ما چی میشه؟ جور میشه. میتونیم ما شما از این رنگ ها باز استفاده بکنیم. درست است؟ که بعدا در درس‌های دیگر باز میرم میخوانیم که توی رنگ ما شما در بالای تصویر خود استفاده بکنیم. حالا فقط در فهمیدین که از طریق کلر سامپلر تول میتونیم ما شما کدهای رنگ یا معلومات درباره رنگ بفهمیم و از رنگ ها ما شما چی کنیم؟ رنگ برای خود بسازیم. درست است؟ خب دوستان، بخش دیگه است به نام رولر تول. از طریق رولر تول میتونیم که ما شما تصویر اندازه بکنیم. درست است؟ و همچنین از این تول باز میتونیم ما شما در قسمت زمانی که میخواستیم یک لوگو بسازیم، یک بنر بسازیم، اندازه گیری از اون هم بر ما تهیه کرده میتونه. درست است؟ پس ببینید دوستان، من اینجا یک تصویر دیگر را میگیرم. ببینید من این تصاویر را کلوز میکنم فعلا. این هم کلوز کردم و این هم کلوز کردم. درست؟ این تصویر را میگیرم، میخوایم که اندازه تصویر را بفهمم. درست است؟ پس دوستان من چی میکنم؟ میایم در این قسمت رولر تول میگیرم، از نامش هم پیدا خطکش معنی میتم و این اندازه میکنم به این شکل. ببینید بر ما اتومات این اندازه آمد. میگه این تصویر شما 333 پکسل به این شکل است و همچنان اگر میخواستیم به شکل طولی اندازه بکنیم، این به شکل طولی هم شما چی میکنیم؟ اندازه کرده میتونیم به این شکل. هایتش چقدر است؟ 240 پکسل است. اگر به این شکل هم شما ایده رایت کلیک بکنیم، بالای ایمیج سایز کلیک بکنیم، بر ما اینجا هم معلوماتش میتن. درست است؟ که به شکل از اینجا به حساب انچ گرفته. اگر من پکسل بگیرم، ببینید 339 و 240 یا ما شما اندازه کردیم 242 یا 43 بوده. درست است؟ دیگه به این شکل از این استفاده کرده میتونیم و هم دوستان میتونیم که از این تول ما شما به خاطر اندازه‌گیری صفحه هم استفاده بکنیم. زمانی که یک بنر میسازیم، یک لوگو میسازیم، باز خوب است که از این تول استفاده بکنیم و اندازه ها زیر ما شما تعیین بکنیم. درست است؟ خب آپشن دیگه اینجا داریم به نام نوت تول. وظیفه نوت تول ای است دوستان
که درباره یک تصویر ما شما چی میکنیم؟ معلومات ارائه میکنیم. مثلا این تصویر است، درست است؟ ما میخوایم بالای این کار بکنیم، بالای تصویر کار بکنم. بر من مشتری میگم که این تصویر با چیکو رنگ ازش چنج بکن و بک‌گراند ازش چنج بکن، درست است؟ و همچنین اینجا یک لوگو بر من ترسیم بکن و فرمایشات رو مختلف میتم. از اینکه فراموش ما نشه، پس از اینکه ما شما کتابچه نوت بگیریم، خوب گپ است که چی کنیم؟ در خود از این عکس چی بکنیم؟ نوت بگیریم. بالای نوت تول کلیک کردم، درست است؟ زمانی که بالای نوت تول کلیک میکنیم و همچنین یک کلیک کرده برام یک نوت چی میشه؟ باز میشه. اینجا ما شما چی میکنیم؟ نوت خود نوشته میکنیم. مثلا نوشته میکنم change background color، درست است؟ اینا این یک نوت ما شد. کلیک میکنم یک نوت دیگه هم نوشته میکنم. اینجا نوشته میکنم که مثلا write text here و امثال هم، درست است؟ زمانی که ما شما همین تصویر به شکل PSD یا به شکل فتوشاپ فایل فتوشاپ ذخیره بکنیم، این نوت هم گم یا پاک نمیشه. دوباره از این ما شما چی میکنیم؟ استفاده کرده میتونیم. مثلا ببینید دوستان، من این تصویر کلوز میکنم، همین تصویر خود چی میکنم؟ من سیو میکنم، درست است؟ میام منوی فایل، بالای سیو اس کلیک میکنم، درست؟ این به شکل PSD من ذخیره میکنم به نام مثلا working. و این هم ذخیره کنم، در روی دسکتاپ ذخیره میکنم و سیو میگم. سیو شد، ذخیره شد. من این هم کلوز میکنم. زمانی که دوستان فایل خود باز میکنم، نوتاش پاک نشده، از این میتونم چی بکنم؟ استفاده بکنم، نوتا رو بخوانم و تصویر چی بکنم؟ من کار بکنم. دیگه نوت تول به خود چی میشه؟ استفاده میشه. ببینید دوستان، آن زمانی که بالای از این نوت من کلیک میکنم، اینجا آمد میگه change background color. بالای از این نوت زمانی که من کلیک میکنم چی میگه برای ما؟ بالای از این نوت دیگه میگه write text here. درست شد؟ دیگه این هم بود وظیفه نوت تول در فتوشاپ. ببینید دوستان، بخش دیگه به نام count tool. count tool به خاطر از این استفاده میشه که میتونیم ما شما تصاویر خودم شماره گذاری بکنیم، درست است؟ که کدام بخش اول کار بکنیم، کدام بخش دوم کار بکنیم به این شکل، درست است؟ یعنی این تول ها که تقریبا تول های معلوماتی است تقریبا، درست است؟ ببینید دوستان، من این تصویر گرفتم، مثلا من میخوایم که در بخش اول مثلا ای را کار بکنم، بالایش یک شماره گذاشتم، در بخش دوم ای را کار بکنم، بخش سوم ای را کار بکنم. همین چی میکنیم؟ اصلا کاونت تول ما شما پیش میبریم، درست شد؟ خب دوستان، درس ما تا قسمت امروز کفایت میکنم. این سه تول ها رو مکمل ما شما کار کردیم، خواندیم. روز بعدی باز ان شاء الله شروع میکنیم از بخش spot healing brush tool. خب دوستان، اگر از ویدیو خوشتون آمده باشد، چینل فار یو آنلاین اکادمی رو سابسکرایب بکنین و همچنان ویدیو رو با دوستای خود شریک بکنین. کسایی که علاقه‌مند یادگیری پروگرام فتوشاپ هستند که بعد از هم ویدیوهای ما برسه و همچنان لایک و کامنت هم فراموش نشود. تا درس بعدی شما را به خداوند میسپاریم. الان نگهدارتان.